السلام علیکم دوستان عزیز. در طول فعالیتم که تقریبا 6 سال است در یوتیوب، یکمین مرتبه از شما یک خواهش دارم. آن هم باشد تا آخر این برنامه را تماشا کنید و به هر نفری که میتوانید این برنامه را روان کنید، یعنی پدیلیتسا کنید. زیرا اینکه یوتیوب ضد این موضوع است و ضد این برنامه است. یوتیوب نمیخواهد که این برنامه پخش شود. برای چی؟ برای اینکه این موضوع درباره برادران و خواهران ما و شما هستند که در غزه هستند. امروز بنده با چشم خود دیده ایستادم که قتل عام شده ایستاده است. امروز برادران و خواهران ما و شما، امروز کودکچه ها از گرسنگی مرده ایستادند. هزارها نفرها را قتل عام کرده ایستادند. آخران مراتبه بنده 12 سپتامبر سال 2024 درباره این موضوع سخن کرده بودم. امروز نمیتوانم که درباره حدیث تجارتی که من سلسله برنامه کردم درباره همون هم حتی سخن کردن نمیتوانم. هر شب و هر روز ما و شما از اینترنت دیده ایستاده ایم که چگونه برادران و خواهرها، چگونه پیرانسالا، چگونه کودکچه ها، شما تصور کنید بجای آن طفلکان، طفل خودتان را. دیروز برایم یک مادر، یک خواهر نوشته آن خواهر را برایتان میخوانم. السلام علیکم برادر، فرزند 1 ماهه من از دنیا گذشت. شب می شود، میخواهم پیش فرزندم روم، نمیتونم به او. از ویدیوها و سخنهای خودتان شنیده بودم که اگر در نیم شب خیزی نماز تهجد خوانی، چی خواسته از الله داری قبول می شود. آیا ذکرهای را شنیدم که با گفتنش الله ناممکن چیز را الله میکنه. یعنی ما و شما نیز مثل دل این مادر که برای طفلش میسوزد، آن طفلی که 1 ماه است تا از دنیا گذشته است، امروز طفلکان بیگناه در غزه مرده ایستادند. دلهای ما و شما میدانم میسوزد، پاره پاره میشود. آیا مثل این مادر در نصف شب خسته دعا میکنیم؟ البته میدانم ما و شما رئیس یک دولت نیستیم یا یک وظیفه‌دار بالا مقام نیستیم. شاید اکثریت ما و شما گوییم که از دست ما و شما بیچاره چی بیاید. امروز هر یک فرد 6 چیز، مختصرا 6 چیز را میگویم که هر یک انسان از دستش می آید و میتواند با همین 6 چیز برای برادران و خواهرانی که در غزه هستند، در فلسطین امروز قتل عام و کشته شده ایستاده‌اند، آن را بکند. یکمین چیز این علم است. بله، هر یکی ما و شما امروز باید طلب علم کنیم، آموزیم در هر ساحه، خواه ساحه دینی باشد، خواه دنیوی باشد. امروز از دین ما آگاه شویم، از عقیده من آگاه شویم و هم در ساحه های دنیوی ما یکی از اولین ها باید باشیم. شاید یکی از شما گوید که علم آموختن به غزه و نصرت دادن آنها چی ربطی دارد؟ بله، ربطی دارد. در یاد دارید ما وقتی در صنف‌های ابتدایی می‌خواندیم، وقتی ابو علی ابن سینا را نقل میکردن، یک قصه را میگفتن. یک نفر از درد گلو و از درد شکم شکایت میکنه. ابن سینا میگوید پیش از طعام خوردن دستانت را بشور. میگوید من از دستانم شکایت نکردم، من از گلو و درد شکم شکایت کرده ایستادم. و هر یکی ما و شما فهمیدیم که برای چی ابو علی ابن سینا یا همون طبیب دستانت را بشو گفت. یعنی سبب درد گلی و درد شکم همون با دستان افلاس و چرکین طعام خوردن است که سبب بیماریش است. و امروز سبب نصرت دادن نتونستن ما و شما هم همین عقیب ماندگی ما و شما است. امروز دینمان را جوانها، اکثریت جوانها دینشان را، ایمانشان را، عقیده را نمیدونن. یا حتی در علم دنیویت امروز میگن که چی فایده داره. دومین چیز این تربیه است، تربیه فرزند. امروز فرزندان را تربیه کنیم که از مسجد اقصا که در فلسطین هست و اولین قبله ما و شما مسلمان ها بود،
از آن آگاه شوند. امروز فرزندان ما و شما از قضیه مهمترین که در تاریخ نوشته شده ایستاده است، 70,000 انسان‌های بیگناه قتل عام و کشته شدند، از آن باید آگاه باشند. فرزندان ما و شما شب و روز مولت فیلم و صحنه‌های بهوده و بیهوده را تماشا کنند، تربیت آنها کجا می شود؟ یک روز وقتی کلان می شود یک انسان بی هدف، انسان بی تربیت، بی اخلاق، پس ما و شما از فرزندانمون شکایت میکنیم. بله، با تربیت ایمانی، تربیت عقیدوی، تربیت علمی، همه جهت اخلاقی فرزندانمون را وقتی تربیت میکنیم به نیت چی؟ الله تعالی مسلمان ها را عزیز گرداند و همین فرزند من یکی از فردانی باشد که در جامعه فردی که همیشه در اصلاح کوشش میکند، فرد سالم و فرد صالح. سیومین چیز دور شدن از شخصان بیهودگو و همون بلاگرانی که امروز جامعه را به فساد دعوت کرده ایستادند. قسم به نام الله امت اسلامی نصرت نمییابد تا آن زمانی که همون نفرهایی که بیهودگویی میکنند، صحنه‌های بیهوده میکنند، یا بلاگرانی که امروز 1 میلیون و 2 میلیون پادپیسچیک دارند و یک نفری که امروز میبراید رقص و بازی میکند، صحنه‌های بیهوده میکند، میلیون پرسماتر میگیرد، امت اسلامی با این حالت پیش نمیرود. و یک رقاصه که امروز چند میلیون پادپیسچیک دارد، والله قسم به نام الله امت اسلامی عزیز نمی شود. مادامی که امروز دختران ما و شما آشکارا در سایت ها و در اینستاگرام ها و در صفحه ها برآمده اوریان نیمه اوریان رقص و بازی میکنند و میلیون ها پرسماتر میشد و لایک میشود، ما و شما پیش نمی رویم. امت اسلامی عزیز نمی شود. وقتی یک سایتی که خیانت ها و فحش ها را پهن میکند، نمیدونم حادثه تیوی و دیگر سایت ها هست، در یک شبانه روز میلیون پرسماتر میگیرد و لایک میشود و کامنت میشود، ما و شما هرگز پیش نمیرویم. ای برادر عزیز، ای خواهر عزیز، در اینستاگرام در ببین که در کدام بلاگرها پادپیسات کردگی چی هست؟ آیا همون 2 میلیونی که در یک رقاصه، در یک بیهودگو پادپیسات کرده است، ما و شما نباشیم کی است؟ از مریخ آمده است؟ از کیهان آمده است؟ فرزندان ما و شما نباشد کی هستند آنها؟ از دیگر کشور خریده نمی بیایند کو یا از آسمان نمی فراید کو؟ همون پادپیسچیک ها، همون میلیون تماشاهایی که کیناهایی که امروز به قمار دعوت میکند، به فحش دعوت میکند، به زنا دعوت میکند، در یک شبانه روز زیاده از 1 میلیون پرسماتر میشود، ما و شما نباشیم کی هست همون؟ در یک قطعه زمین 2 میلیون مردم کشته شده ایستادند، 70,000 طفل بیگناه قتل عام کشته شده ایستاده است. امروز ما و شما خنده و بازی و رقص و تماشا و همین خیلی کنیم. کی ما پیش میرویم؟ کی نصرت مییابیم؟ 2 میلیون یک بردن نان خوردنی ندارن، اما امروز مردها برآمده برای ما و شما طعام پزی و آشپزی و گوشت پزی را شب و روز آموزانده ایستادند و میلیون پرسماترها دارند. الله تعالی هدایت کنه. چهارمین چیزی که ما و شما میتوانیم برادران و خواهران اهل غزه را نصرت دهیم، این برادر عزیز با طاعت الله و دوری جستن از معصیت. اگر نمازخوان نیستید، از همین لحظه قصد و عزیمت و نیت کنید که نماز را آغاز میکنم، حیاتم را دگرگون میکنم، با الله تعالی روی میپیارم. خواهر عزیز، اگر تو با حجاب نیستی، همین حجاب گرفتن تو، همین سطر کردن تو، نصرت تو به دین الله و برادران و خواهران تو در غزه هست. امروز استوار بودن و پایبندی بر طاعت و عبادت الله و دوری جستن از معصیت در زمان فتنه ها همین نصرت ما و شما است. استاد ادهم در نجم مخصوص یک برنامه دارند درباره بایکات و نخریدن چیزهایی و شرکت‌های یهودان و صهیونیستان. امروز بازارها پر از محصولات همون شرکت‌هایی که مخصوص یهودان است. امروز ما و شما از کوکاکولای خنک روزهای بهار گرم دست کشیده نمیتوانیم، اما برادران و خواهران ما و شما
یک قطره آب نوشاکی صاف ندارند، در محاصره قرار دارند. ما و شما می نوشیم، میریم KFC میخوریم، میریم هر محصولاتی که در مغازه ها پر است آن را میگیریم. و بعضی نفرها میگویند که دیگر چیزها صفتش مثل این صفت نیست. برادران و خواهران ما و شما امروز نه صفت لازم، یگان چی لازم نیست. آنها چنانه که گفتیم و باز هم میگوییم در یک برده نان به یک کف گندم و آرد محتاج هستند. پنجمین چیز، هر یک انسان میتواند صدقه کند، با مال خود نصرت داده میتواند. نگویید که به کجا کنم، چی خیل کنم، به کی فرستم. جوینده یابنده است. هر انسان جستجو کند مییابد. $1، یک سوم، یک مبلغی که کم باشد هم میتواند با همون. شما تصور کنید روز قیامت الله تعالی وقفوهم انهم مسئولون، هر یکی ما و شما پرسیده میشویم. شب و روز اهل غزه گفته ایستادند که والله قسم به نام الله روز قیامت ما از گریبان شما میگیریم، دعوا میکنیم نزد الله. گفته ایستادند روز قیامت ما چی بهانه داریم، چی میگوییم نزد الله تعالی؟ یک چیز، یک دستاورد باید داشته باشیم. همین یک سوم ما و شما آنها رو انشاءالله نصرت میده. خوب، آخرین چیز، ششمین چیز، این دعا است. دعای ما و شما سلاح ما و شما است. چنانه که آوردیم همون خواهر، ببینید اگر بالای هر یکی ما و شما، بالای خودمان الله نخواهد، بالای پدر و مادر یک مصیبت وزنین بیاید یا قرض دار شوید، تصور کنید شما در یک حالت سخت، مصیبت سخت قرار دارید، چی کار میکنید؟ آیا یگان دعای هست میگویید؟ شب هم میخیزید، خوابتان نمیبرند، شب خواب نمیبرند. چنانه که در حق خودمان دعا میکنیم، در حق خواهران و برادران ما و شما ما باید همین خیلی دعا کنیم. الله تعالی روز قیامت ما و شما را از نفرهای نگرداند که برادرانمان را امروز در خواری و ذلت دیده ایستادیم ولی چی کار نکردیم. بله بسیار کارها از دست ما و شما میباید. نگوییم که من یگان کار کرده نمیتونم. مختصرا این 6 چیز بود. الله تعالی هر یکی ما و شما را موفق گرداند و الله تعالی امت اسلامی را عزیز گرداند. الله تعالی برادران و خواهران ما و شما را، اهل غزه، اهل فلسطین را نصرت دهد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.